بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و مهربان. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما عزیزان بیننده. امید جور و صحتمند و سرحال باشین و در کانون گرم خانواده ایتان لباس عافیت بر تنتان باشد. عزیزان، نوبت رسید به یکی از برنامه‌های دیگر سنگ صبور از تلویزیون هلال که شما را باز هم خوش آمدید میگم به این برنامه. و مثل همیشه ما موضوعی را در اول برنامه بالش بحث میکنیم که مرتبط باشه به بخش اول برنامه، که در بخش اول برنامه هم مثل همیشه جناب کفایت الله رویین را با خود داریم، کارشناس برنامه، که رویین صاحب را خوش آمدید میگیم. تشکر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام خدمت شما و خدمت همه عزیزایی که بیننده برنامه زنده هستند. باشین. امید شما جور و صحتمند و سرحال باشین و تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردید. سلامت باشین. خب بیننده های عزیز، موضوع برنامه ما هم امروز علت های نابینایی در هنگام تولد و بعد از تولد می باشه که روی از این بحث خواهیم داشت و میریم روی بحث ما. و روی صاحب اگر بحث را شروع کنیم با این که و سوال اول قسم مطرح کنیم که علت های نابینایی در هنگام تولد چی ها هستند؟ برنامه گذشته هم بحث کردیم بعضی از عواملی است که باعث نابینایی کودک میشه. بله. هم هنگام تولد هم بعد از تولد، و این عوامل بالای نوزاد هنگام تولد تاثیرات منفی گذاشته، بالاخره کودک را، نوزاد را نابینا میسازد. اولین عاملی که باعث نابینایی کودک هنگام تولد میشه محرومیت از اکسیژن است. بعضی اوقات هرگاه کودک در اثر بعضی از عوامل دچار یا بالاخره با کمبود اکسیژن مواجه میشه، این کمبود اکسیژن باعث میشه که به انساج مغزی کودک کمبود اکسیژن شوه و بعضی از حجرات مغزی کودک از بین بره. بله. در کل باید یادآور شوم که بینایی و شنوایی در کل یک سیستم است. یعنی سیستم چندین حجره که کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده هست، چندین حجره با هم یک جا میشه، یک انساج را میسازه. و انساج، چندین انساج با هم یک جا میشه، یک سیستم را میسازه. بنان مثلا سیستم هاضمه بدن، مثلا سیستم ادراک بدن، سیستم امی بینایی و شنوایی و اینا هم نوعی از سیستم است. هرگاه به نوزاد هنگام تولد اکسیژن به حد کافی نرسه، بعضی از حجراتش به اصطلاح با مرگ روبرو میشه و از بین میره و کودک را نابینا میسازه. دومین عاملی که باعث نابینایی کودک هنگام تولد میشه نارس بودن کودک است. مدت متوسط دوره بارداری 40 هفته یا 10 ماه است. هرگاه کودک قبل از هفته 37 به دنیا بیاید، یعنی هفته 40 را پوره نکنه، یعنی پیش از هفته 37 به دنیا بیاید، کودک نارس گفته میشه. سومین عاملی که باعث نابینایی کودک هنگام تولد میشه او کم وزنی کودک است. هرگاه کودک کمتر از 2500 گرم هنگام تولد وزن داشته باشه، یعنی از یا 2.5 کیلو به اصطلاح گفته میشه، هرگاه از این کمتر وزن داشته باشه، کودک را ما گفته میتونیم که دچار کمبود وزن است. این عوامل باعث میشه که هنگام تولد کودک نابینا به دنیا بیاید و عامل شود که کودک بالاخره نابینا شود. بله. خب عوامل شما گفتین که چی عواملایی است؟ با در نظر گرفتن این عوامل ما چی میتونیم از نابینا شدن طفل در هنگام تولد پیشگیری کنیم و سبب از این شود او عوامل سبب از این شود او نکات سبب از این شود که طفل نابینا به دنیا نبیه؟ او کدام عوامل هستند؟ بسیار خوب. هرگاه کودک با کمبود وزن و همچنان نارس به دنیا میاد، باید یادآور شوم که بسیار به مراقبت جدی نیازمند است. یعنی یک کودک زمانی که کمبود وزن داره یا دچار به اصطلاح نارس هست، یعنی هفته به اصطلاح هفته که باید پوره میشد که 40 هفته است پوره نکرده، این نیاز به تداوی و نیاز به مراقبت جدی داره. اولین چیزی که خیلی مهم و خیلی ارزشمند است، زمانی که کودک نارس یا کم وزن به دنیا میاد، باید در ماشین های مخصوص که به نام انکوباتور یاد میشه، او وسایل یا ماشین هایی است که کودک هرگاه
با اختلالات جدی به دنیا میاد که حتی او عامل شود در آینده نابینا شود. در این ماشین ها به یک مدت مشخص نگهداری میشه تا ای که کودک به یک کودک نرمال، به یک نوزاد نرمال تبدیل شود. این میتونه خیلی کمک کننده باشه. در ضمن زمانی که کودک کم وزن و یا به اصطلاح با نارس به دنیا میاد، باید بعضی معاینات پزشکی به خصوص معاینات چشم انجام شود. چون هرگاه معاینات چشم انجام نشه، کسایی که میگه کودکایی که کم وزن و کودکایی که نارس به دنیا میاد، احتمال ای که به خونریزی درون چشم مبتلا شوند بسیار زیاد و بسیار شایع هست. یعنی احتمال ای که یک کودک نوزاد زمانی به دنیا میاد با کمبود به اصطلاح با خونریزی درون چشم بسیار زود مبتلا میشه. میگه باید معاینات پزشکی انجام بگیره، معاینات پزشکی صورت بگیره تا ای که از او ارزیابی هایی که از چشم صورت میگیره مشکلات و اینا بررسی شود تا ای که کودک از نابیناییش در آینده جلوگیری شود. بله. خب با ای که بسا فامیل هایی هستن که این نکات را در نظر نمیگیرن، نکات بهداشتی که بعد از تولد البته ای را در نظر بگیرن، باید پیش دکتر ببرن معاینات کنن، اما ما بعض اطفال را میبینیم که صحیح و سالم به دنیا میان و بینا میباشن. با ای که بینا هستن بعدها مشکل نابینایی به اونا رخ میده. این کدام مشکل هست و از چی نوع مشکل ما خوانده میتونه؟ در کل این عوامل، این مسائلی را که خودتان مطرح کردیم معمولا در بحث عوامل بعد از تولد مطرح میشه. یعنی زمانی که یک طفل تولد میشه، با افزایش سن، با تغییر شرایط، بعضی از عواملی است که شخص را دچار اختلالات بینایی و همچنان شخص را نابینا میسازه. بله. اولین عاملی که باعث نابینایی کودک بعد از تولد میشه اختلالات چشمی است. یعنی هرگاه کودک یا نوزاد یا یک شخص بعد از تولد دچار اختلالات چشمی شود که انواع اختلالات چشمی هست که این اختلالات باعث میشه شخص در آینده نابینا شود. اولین اختلالاتی که بسیار شایع هست و اکثرا اشخاص از این رنج میبرن، او به اصطلاح چشم دوربین یا چشم نزدیک بین است. بله. که یعنی بعضی ها دچار این اختلال هستند، یا چشمشان دوربین است یا نزدیک بین است، چشمشان در انکسار نور مشکل داره. دومین اختلالی که خیلی مهم و خیلی ارزشمند است، عملکرد ماهیچه های چشم بعضی اشخاص مشکل داره. یعنی این اشخاصی که ماهیچه های چشمشان درست عمل نمیکنه، این هم باعث میشه که در آینده اینا نابینا شوند. سوم تنبلی چشم است که او هم یک نوع اختلال چشم است که ابتدا برای شخص معلوم نمیشه. ظاهرا چشم دچار مشکل نیست، اما اگر درمان نشه در آینده شخص را نابینا میسازه. دومین عاملی که بعد از تولد باعث میشه که شخص نابینا شود، او تراخم است. تراخم یک نوع بیماری چشم است. زمانی که شخص با این مبتلا میشه، چند ویژگی خاص خود را پیدا میکنه: سوزش چشم، سرخ گشتن چشم، درد چشم و همچنان عکس العمل جدی چشم در مقابل نور از نشانه های تراخم است. یعنی اشخاصی که دچار تراخم میشن و علتشان عدم رعایت حفظ الصحه است و همچنان آلودگی محیط است. که این دو عامل باعث میشه که شخص با تراخم مبتلا شود و علائمش هم اینا هست و میشه گفت که این یکی از مشکلات جدی و یکی از بیماری های جدی چشم است. سومین عاملی که باعث میشه بعد از تولد شخص نابینا شود، آب سیاه چشم است. آب سیاه چشم هم یک نوع بیماری هست که معمولا در سنین 30 تا 35 بیشتر شایع هست و بیشتر دیده میشه. و این بیماری طوری هست که زمانی که شخص به این مریضی مبتلا میشه، او رشته های سفید رنگی که در چشم است و مسئول بینایی هست، اینا را تخریب کرده، در اینا نقص ایجاد میکنه، بالاخره شخص را نابینا میسازه. و بسا مهم و ارزشمند است که ما این معاینات را انجام بدیم و این را جدی بگیریم و با بحث بگیریم. و پنجمین عاملی که خیلی مهم است و خیلی ارزشمند است که امروزه باید یادآور شوم در جامعه ما، یکی از عواملی که اشخاص را دچار اختلال بینایی و همچنان نابینایی ساخته، استفاده نادرست از کامپیوتر است. که ما از کامپیوتر باید
درست استفاده کنیم. میتونیم این دستگاه های الکترونیکی دیگر هم شاملش کنیم که موبایل، بدون کامپیوتر، شک. آیپد و یا هم چیزهای دیگه هم. بدون شک ما زمانی که از کامپیوتر استفاده میکنیم باید فاصله خود را مراعات کنیم، نور صفحه کامپیوتر را متوجه باشیم. همچنان امروزه تحقیقات نشان داده که وابستگی به تلفن هوشمند، هرگاه ما وابسته به تلفن هوشمند شویم، این هم در آینده ما را نابینا می سازه. و سایر استفاده از وسایل الکترونیکی بسیار مهم است که ما ابتدا طریقه استفادهش بفهمیم و بعدا استفاده کنیم. و آخرین موردی که عامل میشه بعد از تولد ما دچار نابینایی شویم و یکی از عوامل خیلی مهم و ارزشمند است، او رعایت نکردن حفظ الصحه است که ما حفظ الصحه چشم خود را باید مراعات کنیم. دوم مورد حفظ الصحه محیط خود را باید متوجه باشیم، ارزیابی های با وقت و همچنان یکی از عوامل جدی باید ما مراقبت داشته باشیم و تداوی خودسرانه نکنیم. امروز در افغانستان بسیار شایع است که ما چشم خود را، مشکلات چشمی خود را با قدره هایی که ما هیچ نمیشناسیم استفاده میکنیم، با داروهایی که هیچ تا حال ما به اصطلاح منبع و مرجعش نمیشناسیم و از طرف دکتر برای ما هدایت داده نشده ازش استفاده میکنیم. این کاملا اشتباه و یکی از عوامل نابینایی بعد از تولد میشه. آخرین مورد که خیلی مهم و خیلی ارزشمند است که ما باید او را جدی بگیریم، او به اصطلاح دوری از وسایلی است که فیزیکی هست که ما اینا هم یک عامل میشه که ما در آینده نابینا شویم. بله دقیقاً. چه خوب است که قبل از تولد و بعد از تولد اطفال خود و در سنین که اینا سنین طفولیتشان است که خیلی شوخ می باشه اطفال، باید ما اونا را زیر نظر داشته باشیم مبادا ای که اونا به خود آسیب برسانن و یا هم ما سبب از این شویم که آسیب به اونا برسه و سبب نابینایی و یا هم مشکل دیگه به اونا شود. خب بیننده های عزیز، اگر این برنامه و یا هم برنامه های قبلی را شما نتونستین مشاهده کنین، میتونین به صفحه یوتیوب تلویزیون هلال سر بزنین و به اونجا برنامه ها را مشاهده کنین. وقفه کوتاهی داریم و دوباره زود در خدمت شما برمیگردیم. جای نرین، با ما باشین. خب بیننده های عزیز، دوباره شما را خوش آمدید میگم. شما بیننده برنامه سنگ صبور از تلویزیون هلال هستین. امروز بحث ما، موضوع ما علت های نابینایی نوزاد و طفل در زمان تولد و بعد از تولد می باشه که قبل از وقفه ما علت های او را بحث کردیم و همچنان راه های پیشگیری از این و فعلا بحث ما راه حل های ازی که ما کودک خود را کنترل کنیم، فضا را کنترل کنیم، مساعد به این باشه که او طفل نابینا خدای نخواسته به دنیا نبیایه، بحث ما هست. خب جناب روحین صاحب، ما چی راه حل هایی داریم به خاطر ای که طفل را کنترل کنیم زمان تولد و یا هم بعد از تولد تا ما زمینه سازی این نشیم که طفل ما نابینا شود؟ بسیار خوب. ابتدا خب باید یادآور شوم که با افزایش سن، با تغییر محیط، بعضی از عواملی است که باعث میشه بالای بینایی و بالای حس بینایی و ما را دچار اختلالات حتی در آینده باعث نابینایی ما شود. بله. بنابراین اولین موردی که خیلی مهم است شناخت و علل به اصطلاح نابینایی هست که ما ابتدا مشکل را شناسایی کنیم. حتی در زمانی که طفل ما کوچک هست، درست؟ بله. که همون قبلا که شما یادآوری کردین باید پیش دکتر برده شود. بله، یعنی معمولا توصیه میشه که معاینات چشم در کودک‌ها باید در سن 3 سالگی صورت بگیرد. بله. اولین موردی که مهم است به خاطر شناسایی مشکل چشم، اختلال چشم، ما باید ابتدا معاینات را انجام بدیم که معمولا در 3 سالگی توصیه میشه که کودک‌ها باید معاینات انجام شود و صورت بگیره. دومین مورد استفاده از ویتامین هاست. یگانه عاملی که امروزه در کشورهای رو به توسعه، یکی از عواملی که باعث نابینایی شده و فقر است. استفاده از ویتامین ها بسیار کمک کننده است. مثلا ویتامین C، بله، برای از اینکه از آب مروارید و آب سیاه چشم بسیار خوب جلوگیری میکنه و مانع افزایشش میشه. ویتامین A را ضد عفونیت های چشم ذکر کردن.
استفاده از ویتامین C، استفاده از ویتامین A و همچنان استفاده از ویتامین B2 این هم خیلی کمک کننده است و باعث میشه که بر بینایی چشم با او حجرات چشم که باعث افزایش بینایی میشه کمک کننده باشه. سومین موردی که خیلی مهم است حفظ الصحه است که ما حفظ الصحه چشم خود را همچنان ارزیابی های چشمی را باید انجام بدیم. هرگاه چشم ما دچار مشکل است باید ارزیابی کنیم، تداوی کنیم و یکی از مواردی که قبلا هم یادآور شدم خیلی مهم است او است که ما تداوی خودسرانه چشم خود را انجام ندیم. همیشه ما از قطره‌ها و داروهای استفاده میکنیم که هیچگاه منبعش را آگاهی نداریم. همیشه از داروهای استفاده کنیم که تحت هدایت دکتر باشه. این خیلی میتونه کمک کننده باشه. و سوم دوری از صدمات فیزیکی است. مثلا ما هرگاه در خانه زندگی میکنیم یعنی ببینیم که آیا فضای خانه برای از لحاظ از که چشم ما آسیب نبینه امن است یا خیر. مثلا مبل فرنیچر یا میز و چیزایی که در خانه هست او برنده هست باید او را به اصطلاح هم بپوشانیم و مثلا از او بازی هایی که انداخت میشه مثلا تیر و نیزه و اینا از این دوری کنیم و همچنان کسایی که در شرکت های کار میکنه در مکان های کار میکنه که با مواد کیمیایی سر و کار داره اونا باید کمک های اولیه‌ای که برای جراحت چشم استفاده میشه باید با خود داشته باشن. حتی او اشخاص و افرادی که آموزش دیده تا ای که جراحت و با اصطلاح تداوی اولیه چشم را انجام بده باید اونا را با خود داشته باشن. چون مثلا کسایی که در شرکت های کار میکنن که مواد شوینده مثلا تیزاب اینا تولید میکنه ممکن بعضی اوقات چشمشان حساسیت نشان بده دچار مشکل شوه. اینجا باید کمک های اولیه وجود داشته باشه. در ضمن توصیه برای افرادی که مثلا باغداری میکنن در زمین و اینا کار میکنن دواپاشی و امثال هم موارد با مواد کیمیایی سر و کار دارن اینا باید از عینک های مخصوص استفاده کنن تا ای که چشمشان از اختلالات و از صدمات به دور باشه و در آینده دچار نابینایی نشن. و یکی از توصیه هایی که بسیار جدی است امروز باید کودک هایی که بالاخره در جامعه هستن از او ساحه‌ای که دواپاشی صورت میگیره و باغبان ها اونجا کار میکنن باید دور نگه داشته شوند. هرگاه کودک در یک ساحه زندگی کنه در یک محیط باشه که اونجا مواد کیمیایی بالاخره پاشیده شوه و استفاده شوه ممکن بالای چشمش تاثیر گذار شوه و در آینده باعث اختلال چشم و یا نابینایی شوه. بله تشکر رئیس. زمان ما میتونیم قدر این نعمت را بدانیم که نداشته باشیم. بله بینایی را زمان ما قدرش میفهمیم که نداشته باشیم و چشم ما دیده نتوانه و یا هم ضعیف باشه. خوب است قبل از این که کدام آسیب به او برسه امو زمینه رسیدن آسیب را از او دور نگاه کنیم و از چشم خود و از بینایی خود درست استفاده کنیم. تشکر رو این چه که به برنامه تشریف آوردین و انشاءالله که بحث ما هم ادامه می داشته باشه و بیننده های عزیز ما هم برنامه های بعدی را فراموش نکنه. انشاءالله بحث ما ادامه داره. میریم بخش بعدی برنامه. بخش مهمان برنامه هست. با ما باشین در او بخش هم زود و زود در خدمت شما برمیگردیم. باز هم خوش آمدین. بیننده های عزیز شما بیننده برنامه سنگ صبور از تلویزیون جهانی هلال هستیم. ما همیشه در برنامه سنگ صبور در تلاش هستیم تا جوانهای با استعدادی که در میان قشر اشخاص دارای معلولیت که تا به حال با اونا معرفی نشدیم کوشش میکنیم اونا را با شما به معرفی بگیریم. ما در این برنامه هم جوان فعال محمد انصاری محصل سال دوم رشته روانشناسی در پهنتون بلخ را با خود داریم. در قدم اول انصاری صاحب را خوش آمدید میگیم. خوش آمدید انصاری صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون هلال. جهان سپاس از دعوت شما و امیدوار هستم که بیننده های عزیز تا آخر برنامه با ما همراه باشند ان شاء الله. خب انصاری صاحب شروع میکنیم که انصاری صاحب کی هستن و از کجا و از چه وقته با مشکلی که شما دارین سر خوردین و از چه وقتی مشکل به شما شروع شده؟ ما از دوران طفولیت و وقت تولد به دلیل خویشاوند بودن والدینم به معلولیت مصاب شدیم و این موضوع به ژنتیک برمیگرده
و تولد ما در خارج از کشور صورت گرفته. تقریبا به گفته بعضی از دوستان زادگاه ما بیرون از افغانستان است. اما خود افغان هستیم و به این افتخار میکنیم و مدت زمانی را ما در خارج از کشور سپری کردیم و بعد از عودت به افغانستان مسائلی که اینجا پیش آمده ان شاء الله در ادامه برنامه باید دوست خواهد. ان شاء الله. خب انصاری صاحب، شما از تحصیلات خود بگوین که چی درس خواندین و تا به حال در کجا درس خواندین و تا به حال که در رشته روانشناسی درس میخوانین با چی بنبست‌های شما سردوچار شدین و با او مبارزه کردین که تا به اینجا رسیدین؟ ما در سن 6 سالگی و یکی از مکاتبی که دیگر اشخاص نرمال جامعه میرن رفتم و دوران آمادگی را در مکاتب عادی سپری کردم. اما به دلیل مشکل دیدی که ما داشتم متاسفانه نتونستم که در اون منطقه یا در اون مکتب پیشرفت بکنم. پس از گذشت 1 سال به فضل الله شخصی همراه مادرم روبرو میشه و به او میگه که مکتبی وجود داره که اشخاص دارای معلولیت از ناحیه چشم را تحت سرپرستی و آموزش میگیرن و با پرسان و جویان از دوستان و آشناها تانستیم که این مکتب را پیدا بکنیم. ما در سن 7 سالگی وارد مکتب نابینایان شدم که تقریبا حدود 500 شاگرد در مکتب بودن که در کنار اونها درس میخواندم. تعداد زیادی از استادان لیسه اونها هم خودشان نابینا یا نیمه بینا بودن، اما استادانی که برای ما آموزش میدادن در دوره ابتدایی اشخاص نرمال بودن و بیناییشان تکمیل بود و بیشتر هم خانم ها بودن چون دلسوزتر هستن و من هنوز که هنوز هم هست خاطرات دوران صنف اول و دومم را همیشه یاد میکنم و با یاد خاطرات بسیار خوشحال میشم، چرا که استادی که من داشتم بسیار دلسوز بود و بر ما خیلی زحمت میکشید. تا صنف 6 را در این مکتب درس خواندم و بعد از اینکه فارغ شدم از صنف 6 ما پس به افغانستان برگشتیم و در افغانستان چون محیط بسیار برای ناآشنا بود، نو بود و من بسیار از موضوعات اجتماعی افغانستان را در موردش آگاهی نداشتم، متاسفانه از تحصیل دور ماندم. چرا که در شهر مزار شریف متاسفانه لیسه مسلکی نابینایان هنوز افتتاح نشده بود و وجود نداشت و ای که من بتونم بیایم کابل و در لیسه مسلکی کابل درس بخوانم هم برای من فراهم نبود زمینش و متاسفانه 7 سال از تحصیل دور ماندیم و یکی از دفاتر و انجوهای خارجی که در این زمینه فعالیت میکردن سبب شدن که ما به مکتب دوباره شامل شوم و از صنف 7 در اشپیل لیسه مزار شریف که تنها فکر میکنم لیسه باختر اشپیل لیسه داشته رو زمان. یعنی در مکتب بیناها؟ بله. ما پروگرامی داریم در زمینه معلولیت و آموزش معلولین که به نام آموزش باهمی یاد میشه. ان شاء الله در موضوع صحبت خواهد کردیم. وارد مکتب شدم و از صنف 12 سال 95 فارغ شدم. 1 سال از امتحان کنکور اختصاصی که برای معلولین هست محروم ماندم به دلیل آماده نبودن اسنادم و در سال 97 من امتحان دادم و به فضل الله کامیاب شدیم و در پانتون بلخ 15 علوم اجتماعی دیپارتمنت روانشناسی شروع کردیم به ادامه تحصیل در بخش تخصصی. خب بیایم اینجا یک سوال از شما بپرسیم. شما که تا صنف 6 در بیرون از کشور تحصیل کردین و بعد از صنف 6 در داخل کشور که در ولایت بلخ بود، چی تفاوت‌هایی را حس می‌کردین و چی کمبودی‌هایی را می‌دیدین در روز زمان که شما به ادامه تحصیلتان در افغانستان پرداختین؟ آیا روی استادا، روی همصنفی‌ها اونجا چگونه بود و در داخل کشور که می‌بینیم که در اون وقت که شما آمدین یک کشور جنگ زده بوده حتما که شما 7 سال از تحصیل باز ماندین و دور بودین، دیگه شما چه نوع او وضعیت را به دید خود می‌دیدین؟ مسلماً کشورهایی که دوران جنگ نداشتن یا جنگ کمتری را تجربه کردن از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار هستند و ما در خارج از کشور کتاب‌های مخصوص به خط بریل را داشتیم، وسایل نگارشی را داشتیم، وسایل ثبتی داشتیم و استادان ما همشان مسلکی بودن، انسان‌های با تجربه بودن و در زمینه کار می‌کردن، یعنی تخصصشان در بخش معلولیت بود و به خاطر ما سهولت‌های بیشتری را داشتیم. وقتی که وارد افغانستان شدیم به دلیل کمبود امکانات، نبود مواد و مومنت درسی، نبود استادان با تجربه و مجرب در این زمینه،
تحصیل کمی سخت شد، به خاطر اینکه وضعیت روحی و روانی معلولین را او زمانی که ما وارد مکتب شدم و او طوری که باید درک نمی‌کردند. گرچه که از طرف استادان مکتب و مدیریت مکتب لیسه باختر بسیار همکاری با ما صورت گرفت و تقریبا میشه گفت من نازدانه مکتب بودم، چون استادا بسیار روی خوب میکردن الحمدلله. اما از نظر مسلکی به خاطر آموزش و پرورش او سطحی را که باید من میگرفتم و به اون میرسیدم متاسفانه صورت نگرفت، که هم گناهی بر استادا نیست، گناه بر کل وضعیت حاکم بر کشور بوده به خاطر مشکلات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و خیلی مسائل دیگر. بله. خب جناب انصاری صاحب، تشکر از اینکه شما از خاطرات زندگی خود گفتین. جناب انصاری صاحب، ما قسمی که خبر داریم شما در فعالیت‌های اجتماعی هم دست بالایی دارین و همیشه در این فعالیت‌ها بودین. میتونید شما گفته که از کدام سالها شروع کردین، چگونه به این نتیجه رسیدین که شما از کسایی نباشین که منزوی باشین در جامعه، از کسایی باشین که روی میدان باشین و عملی فعالیت کنین؟ صنف در مکتب بودین، در صنف چند بودین و یا هم در پانتون که رفتین؟ از کدام زمان شروع شد فعالیت ها؟ فعالیت های اجتماعی ما از تقریبا 8.5 سال پیش آغاز شده بود. وقتی که ما در سن 19 سالگی قرار داشتم متوجه شدم که اگر در خانه بشینم هیچ چیزی حاصل نخواهد شد و به این فکر شدم که باید شرایط را کسی باشه که تغییر بده، مخصوصا برای معلولین، تا اینکه معرفی شوند و بتونن فعالیت بکنن یا که الگویی داشته باشن تا اعتماد به نفس پیدا بکنن و حرکت بکنن. دوستان دیگری هم در کنار ما بودن که اونها هم نابینا بودن و فعالیت میکردن و در کنار هم شروع کردیم کار را در بخش معلولیت برای نابیناها انجام دادن. ما در یکی از ارگان‌های خصوصی به عنوان معلم تعلیمات خاص اطفال نابینا را آموزش میتونم و مسائل مختلف اجتماعی و تعلیمی از نظر خط بریل و موبیلیتی که مربوط به نابیناها میشه برایشان آموزش میکنم و اینها را آماده میسازم به خاطر پیشبرد امور درسی در مکاتب و آگاهی دهی در زمینه‌های مختلف برای اشخاص حکومتی و غیر حکومتی، مردم عام، تا اینکه بفهمن معلولیت یک کمبود کلی نیست که انسان را بتونه از زندگی باز بداره. بعضی از دوستان ما به این که میگن معلولیت محدودیت نیست، این شعار را دارن، اما با تجزیه بیشتر این شعار میتونیم میره بفهمیم که متاسفانه تمامی انسان ها محدود هستند. چون من مثالی را در یکی از جلسات و موضوعات آگاهی‌دهی بود که گفتم بعضی از انسان ها نیاز به دکتر دارن، نیاز به خیاط دارن و نیاز به آشپز دارن تا اینکه بعضی از ضروریاتشون را رفع بکنن. پس این خودش محدودیت است. وقتی یک انسان نمیتونه کالای خودش را خودش بدوزه، ولو اگر چاستوتون و سالم هم باشن، بازم یک محدودیت خاص خود را نسبت به مسائل اجتماعی دارن. پس میگفتم باید این شعار تغییر بکنه و یک مقدار جامع‌تر شود تا اینکه فراگیر باشه و محدود نباشه خود این شعار. بعد از یک مدت زمانی که ما به صورت رضاکارانه کار کردیم، الحمدلله به شکل قراردادی همراه ما همکاری صورت گرفت و به شکل نیمه رسمی تانستیم که فعالیت خود ادامه بدیم و امتیازی دریافت بکنیم بابت فعالیتی که انجام بدیم. این قسمت معلولین بود. اما در موضوع عام جامعه ما در بخش مشاوره و مصاحبه وارد عرصه شدم و تلاش کردم که مشکلات روحی و روانی جوانان و نوجوانان را ریشه یابی بکنم و در صدد حل او کارهایی را انجام بدم. خب شما از یک شیوه نام گرفتین به نام شیوه باهمی. میشه کم راجع به از این معلومات به ما بدین؟ به چی نام شیوه هست؟ چون که ما امکانات کافی به خاطر ارائه خدمات و تمامی معلولین و منسجم ساختن اونا را در هر ولایت نداریم، شیوه دیگری را روی کار گرفتیم که البته این نظریه از طرف انجوهای خارجی، کسانی که مطمئنا تحقیقات بیشتر را انجام دادن، صورت گرفت و عملی شد که ما شاگردها و اشخاصی که دارای معلولیت هستند را 2 سال یا 3 سال تحت برنامه آموزشی و آماده سازی میگیریم و بعد از اینکه 2 سال و 3 سال اینها ختم شد، بر اساس امو امتحانی که از اونا گرفته میشه و توانمندی هایی که اونا دارن این که سنجیده شد، وارد مکاتب عمومی که دیگر اشخاص و اتباع کشور اونجا درس میخوانن که به خانه امو معلول نزدیک باشه و بتونه امو معلول خودش رفت آمد بکنه به راحتی به اون مکتب. اینها را شامل میسازیم، همراه ریاست و وزارت معارف صحبت میکنیم و همراه اینا تعهدنامه های امضا شده که 2 جانبه هست
و اینها قبول میکنن این شاگردها را در مکتب خودشان و ما استادان و کسانی که با این شاگردها در ارتباط هستند و برایشان سمینارها فراهم میکنیم، آنها را آگاه میسازیم در مورد خط بریل، زبان اشاره و موضوعاتی که مربوط به معلولین میشه. و در یک صنفی که حدوداً 50 یا 40 شاگرد نرمال و بینا هست، یک شخص نابینا یا چند شخص ناشنوا هم همراه اینا درس میخوانند و با همکاری خود می دفتر خارجی که رابطینی داره بین معارف و مکاتب و دفتر خودشان، پیگیری میشه از امورات درسی اینها، موضوعات امتحانیشان و مسائل اداری که مربوط به شقه و دوسیه های مختلف به خاطر مراحل تحصیلیشان هست، تعلیمیشان هست. خب جناب انصاری یوسف، شما از تحصیل و تعلیم یادآوری کردین، خصوصا از معلولین. اشخاص دارای معلولیت از جمله اقشار هستند که تقریبا با امکانات محدود خود را به یک جای رساندن. مثلا شمایی که نابینا هستین و افراد دیگه‌ای که در جامعه حضور دارن که نابینا هستن، اونا با خط بریل که قسمی که در برنامه قبلی هم با شما با معرفی گرفتیم خط بریل که چی نوع یک خط هست و این خط وسایل مختلف با خود داره که از وسایل ابتدایی گرفته که سلیت و استایلس هست تا وسایل پیشرفتهش که بریلر هست و ماشینای چاپ کامپیوتری هست. البته معلوماتی که ما داریم هست. شما این حال گفته میتونین که در بخش خط بریل چی پیشرفت هایی صورت گرفته، یعنی چی زمینه های به افراد دارای معلولیت که از مشکل بینایی رنج میبرن و میخواین که قسم خود را با جامعه سازگار به پیش ببرن که اونا یک جای برسن، که شما هم تانستین با این خط تا سال دوم رشته روانشناسی برسین. چی زمینه هایی را به شما مساعد شده تا به حال؟ فکر میکنم این سوال مختص به مرز و بوم خود ما میشه. بله. چون خارج از کشور امکانات خیلی زیاد هست. در افغانستان الحمدلله در طول مدت 10 سال 12 سال که گذشته ارگان‌ها یا انجوهای خارجی و داخلی زیادی برای زمین توجه کردند. انجمن‌ها تأسیس شد و این انجمن‌ها دادخواهی کردند در رأس حکومت تا اینکه بتونن این وسایل را بهتر و بیشتر در اختیار معلولین بگذارن. مثلا سالهای گذشته ما و سلوت استایلت دسترسی کافی نداشتیم یا کتاب‌های به خط بریل متاسفانه بسیار کم بود و سختی پیدا می‌شد، یا وسایل ثبت صدا، چون نابیناها بیشتر بر روی صوت تمرکز دارن و میتونن صدای استاد و لکچرها را ثبت بکنن و از او استفاده بکنن. این وسایل متاسفانه کم در اختیار ما قرار می‌گرفت و اگر هم در بازار آزاد پیدا میشد قیمت بسیار زیادی داشت که اشخاص نمیتونستن را خریداری بکنن، چون بیشتر معلولین ما از وضع اقتصادی خوبی برخوردار نیستن و متوسط هست سطح زندگیشان. شکر خدای انجمن‌ها تانستن که وسایل را از کشورهای مثل هند، پاکستان و بعضی از کشورهایی که در این زمینه دست بالاتری دارن وارد بسازن، من حیث وسایل آموزشی در اختیار شاگردها بگذارن و اونا استفاده بکنن. و من امیدوار هستم که مطبع ملی نابینایان افغانستان فعال شود، چون دوستان در صدد فعالسازی مطبع هستند. اگر اون مطبع فعال شود ما میتونیم که کتاب‌های معارف به صورت کامل و شافی و کافی در تمام ولایات داشته باشیم. خب جناب انصاری صاحب، تشکر از شما. شما باعث یک فعال اجتماعی هستین در جامعه، چی پیام دارین به معلولین دیگری که خود را منزوی قرار دادن و امروز هم میبینیم که اونا اکثرا با دست نیاز را به دیگران پیش میکنن، حتی خود را به جایی رساندن که خود را کاملا مایوس فکر میکنن که ما هیچ کار نمیتونیم. پیام شما به او ایده از اشخاص چی هست؟ اولین سخنی که دوست دارم به عام جامعه بگم این است که هر انسان را من حیث انسان دوست داشته باشن و به او احترام بگذارن، ولو اگر شخص معلول باشه یا معلول نباشه. این یک پیام عمومی هست. و چیزی که مختص به معلولین میشه، از هر قشری که هستن، اگر نابینا هستن، اگر ناشنوا هستن یا مشکل حرکی دارن، به این فکر بکنن که نیاز نیست تمام کارهای دنیا را انجام بدن. بله. به اندازه خود و با شناخت خود و با شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود کار کوچکی را انجام بدن تا اینکه مثمر ثمر باشه برای خودشان. نیاز نیست ما معلولین تمام دنیا را تکان بدیم. یکی از دلایلی که باعث یأس و ناامیدی عموم معلولین میشه این است که
میگن ما نمیتونیم مثل اشخاص نرمال کار بکنیم. یک چنین ضرورت اصلا فی الحال نیست که ما مثل دیگر اتباع جامعه فعالیت بکنیم و بخوایم دنیا را تکان بدیم. ما با ما حدی که بتونیم توانمندی های خود را انکشاف بدیم و اونها را باور بکنیم و به این باورمند باشیم که زندگی خود را حداقل اداره کرده میتونیم و این حد اگر فکر بکنن و خودشان برای خودشان کاری انجام بدن. یکی از دلایل دیگری که متاسفانه اشخاص را راکت میسازه این است که منتظر هستند کسی دست اونها را بگیره، ولی تا خودشان حرکت نکنن و تقاضا نکنن به این که ما توانمندی داریم برای ما زمینه فراهم بکنین، کسی به آنها توجه نخواهد کرد. پس پیام این است که خود را باور داشته باشین و شما عزیزان میتونین که زندگی خود را بسازین و بعد از ساختن زندگی خودتان و شخصیت خودتان میتونین که بر اطرافیانتان هم مفید و الگو باشین. خب برنامه رو در اینجا به اختتام میرسانیم با گفته انصاری صاحب که شما خود را باور داشته باشین. دقیقاً که باور زمینه ساز ساخت شخصیت یک انسان هست. پس در این زمینه همه ما کوشش کنیم. تا برنامه بعد و هفته بعد که در خدمت شما عزیزان بیننده قرار میگیریم، شما عزیزان را به خداوند لعزال میسپاریم. الله نگهدار و حافظتان.